امروز اومدیم کیفمون رو جمع کنیم واسه ماه اول مهر و اینم کیفمه که گرفتم. خب یه سری چیزا بودش که من زودتر گذاشتم. یکی این دفتری که مدرسه‌مون داد، دفتر سبز، و یکی هم جامه دادیمون گذاشتم. خب الان اینا رو میذاریم داخل که بریم واسه چیزای بعد. این برچسب رو میذارم که واسم نیاز میشه که اونجا اگه بخوایم یه کاری بکنیم که میذاریم تو این زیپ دوم کیفم. خب و یکی هم این دفترچم رو میذارم تو زیپ. فکر کنم خیلی بو خوبی هم میده توی زیپ سوم کیفم. و اینم هایلایترم که خیلی گولی و کوچولوان که میذارم تو همون زیپ سوم کیفم. و اینم همون برچسبه بود که اون بالا جا نمیشد و گذاشتمش این پایین کیفم، همین کیف سوم. و یکی هم اینه که خیلی طرح هندسه و ایناست، خطش و اینا، که من اینم میذارم توی سوم کیفم که مثلا که جا نمیشه. بذارین تو اینو میبندیم الان چیز کیفم و الان میریم ببینیم تو زیپ دوم کیفم که اینم توش جا نمیشه. آره جا نمیشه. میریم تو زیپ سوم کیفم، اونجایی که جداه، یعنی مثلا چیزا رو جدا میکنه اونجا میذاریم که جا شد، معلومه جا میشه. اینم دفتر مداد رنگیامه که الان هم میبینین توش مداد رنگیامو که اینم میذاریم تو همون جدا کننده توی کیف. اینم اینجوری میکنم که ببینیم. فهمیدم یه سری چیزا رو من جا گذاشتمشون. اینو کیف رو میذاریم کنار و این سری چیزا میذاریم. خب تو این دوتا خودکار، یکی خودکار قرمز و یکی خودکار سیاه میذاریم که خیلی خوبه و من خیلی دوستشون دارم. این بسته است، اینو بذاریم باز کنیم، الان بهتون نشون میدم. خب اینا الان باز کردیم. 3 تا خودکار، یعنی 2 تا خودکار آبی، یک خودکار قرمز و یک خودکار سبز. اینو میذاریم یکی پاکن جدید و 3 تا هم مداد. 3 تا مداد که این مداد خیلی خوشگلن، خیلی خوشگل نیستن که ولی خیلی کیفیتشون خوبه. این 2 تا تراشه که امسال دادن، ولی من تراش قبلیمو در نظر میگیرم چون که خیلی اون تراش قبلیم خیلی تراش خوب. و اینم 3 تا ماژیکه. بذاریم بازش کنیم. خب الان بازش کردیم. توش یک خودکار، یک ماژیک سبز، 2 تا ماژیک سیاه و یک ماژیک قرمز. ببخشید. خب اینا نمیذاریم تو جامه دادی، میذاریم یه جای دیگه که اونم میشه زیپ سوم کیف من. خب الان گذاشتیم، بذاریم ببندیم. خب این الان از این و اینکه الان میخوام این زیر دستی جدیدی که گرفتم و خیلی دوستش دارم رو بذاریم که اینه که جدیدش گرفتم و نمیدونم چرا یهو واسه خودش اونجا شکست، ولی مهم نیست، خیلی دوستش دارم.
خب این یکی کلیپسمو میذاریم تو زیپ دوم کیف خودم. خدافظ. بچه خواستم بهتون بگم که شاید واسهتون سوال شده باشه که چرا دفترهای بیشتر و کتابای بیشتر نبردی یا کتاب اصلا نذاشتی. به دلیل اینکه کتابا رو که تو خود مدرسه میدن و اینکه دفترها هم به ما گفتن که روز اول مهر فقط یکی دفتر بیاریم و اینا از چیزایی که آوردم. تا یه ویدیو بعدی خدافظ. لایک، سابسکرایب و زدن زنگوله یادتون نره.